ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 58. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. بیمارخانه وبایی در همین کوری خشکیده که طرف شمالش خندق زهکشی زیر دیوار قلعه، غربش مزار خواجه اسمت، شرقش راهی کلان و جنوبش زمینی ناکارم بود تشکیل داده شد. بینای بیمارخانه عبارت بود از کپه های بریایی و چادرهای عادی جوگیگی که این بیناها نه آفتاب مینگوداز بخارا را نگاه می داشتند و نه تفباد جگرسوزی وی را. در هفته اولی تشکیل داده شدن این بیمارخانه، ماموران بخارا، ملازمان قاضی کلان و رئیس، شاگرد پیشگان خوشبیگی و آدمان میرشب، بیمارانی تصادفاً در کوچه دچار آمده را داشته به این بیمارخانه که حقیقتاً کوششخانه آدمان بود آورده در دست دکتر و فیلچری مذکور سپردن گرفتند. اطراف بیمارخانه را سربازان امیر پاسبانی می کردند که برای گریز به بیماران راه نبود. اما در هفته اول از 10 بیماران که در آنجا آورده بودند یکی هم سلامت یافته نبرآمد. هر کدام آنها در آنجا از یک شبانه روز تا 3 روز زندگی می کردند و بعد از آن از مرده و زنده آنها کسی خبر نمی یافت و می گفتند که مردگان را شبانه در همان مزار خواجه اسمت که در پهلوی بیمارخانه بود پنهانی می گراندند. به مقابل این احوال مردم بخارا غوغا برداشتند. کسی سرش را بسته به کوچه نمی برآمد و رنگ کندگان هم که بیشترین مردم بخارا را تشکیل می کردند خانه نشین شدند. بازارها بسته شد و از قطعه و گذرها آدمانی با جرأت‌تری تندرست گروه گروه جمع شده به ارک امیر رفته به خوشبیگی با فریاد و فغان از این احوال شکایت کردن گرفتند. عاقبت حکومت امیر به بیمارخانه بردن رعیه های بخارا را منع کرد. اکنون وظیفه بیمارخانه وبایی فقط کشتن رعیه های رسیه شده مانده بود. 2 مأموری حکومت بخارا، 2 کزکی سواره از پاسبانان گماشته سیاسی دولت رسیه پادشاهی و 1 خادمه طبی بیمارخانه کوچه به کوچه شهر را گردش می کردند و هر بیماری که دچار شود حجتهای شخصی وی را تفتیش نموده و رعیه دولتی رسیه بودنش را معین کرده بعد از آن به بیمارخانه می بردند. روزی من به واقعه زیرین راست آمدم. 2 مأموری بخارا با 1 خادمه طبی
یک زن را که از قیافتش ارمنی زن می نمود در یک فایتونی دو اسبه زیر کرده به طرف بیمارخانه می بردند. کزکانی سوار در دو طرف فایتون پاسبانی می کردند. زنک من مسلمان شدم، من رعیه جناب عالی شدم گویان فریاد می کرد و او چنان پرزور بود که از تگ دستی 3 نفر در درون فایتون راست خیسته خود را پرتافتنی شده از میان بالایش را به زمین خم کرده با دستانی پرزورش زمین را خنجال می کرد و سوارانی کزک با قمچین به دست و سر او می زدند. اما او هیچ پروایی نداشت و فریاد می کشید که من مسلمان، من رعیه جناب عالی می باشم، حق ندارید که مرا به کشتن برید. کرانتین های حکومت بخارا، یکی در راه قرشی در موضع چه تاریخ، دیگری در راه کرمینه در موضع خانرباط تشکیل شده بود. در هر کدام آنجاها که در دامن دشت واقع شده اند یک طبیب محلی بخارایی و یک دسته نوکرانی سواره امیر می ایستادند و در آنجاها هم کپچه های بریایی ساخته بودند و در پهلوی آن کپچه ها در 2-3 دیگ کلانی میس آب جوشیده می ایستاد و دهان دیگ ها به جای سرپوش بوریا پوشانده بودند. نوکران راهگذران را از راه و بیراهه داشته می آوردند. طبیب نبض آنها را دیده و تندرست بودن آنها حکم می کرد. بعد از آن راهگذرها هر کدام لباسهاشان را کشیده و کپ در آمده از سرشان یک سطل آب می ریختند و لباسهاشان را مأموران بروی بریای سری دیگ پهن کرده بوغ می دادند. اما تنشویی راهگذران هم از آبی همان دیگ ها بود. با همین مراسمی دیزینفکسیه تمام شده راهگذر لباسی با بوغ نم گرفته خود را پوشیده به راه خود می رفت. گرفتار شدنم و بیماری وبایی. از وبازدگان مدرسه عالمجان 2 نفر مرد. میرقادر با تقاعیش و دیگر اهالی مدرسه که بیمار شده بودند در خانه هایشان می خوابیدند. مؤذن عبدالفتاح بیمار شده به کدام صحرا برآمده رفته بود، اما من، دادرم و میرساری سلامت بودیم. لیکن سلامتی من دیر نکشید. روزی با عادت مقرریم از نخود شوربا که طعامی گرمی ارزانبهای بخارا بود یک کاسه آورده با دادرم خوردیم. بعد از خوردنی وی به من یک گرانی روی داده خواب پخش کرد. خوابیدم و بعد از ساعتی از خواب بیدار شدم که دلم بیجاست. بروی مدرسه برآمده از پا افتادم. دیگر از خود بیخبر شدم و همین قدر را می دانم که به من واقعه در اولهای ماه ایول روی داده بود. یک روز چشم گشاده دیدم که در راهروی حولی نشستم و دامنم پر از کلوخ پاره هاست. دادرم راست ایستاده زاری می کند که کلوخ پاره ها را از دامنم ریزم. چون هوشیار شدم شرم کردم که چرا در دامنم کلوخ انداختم و ریختم، اما باز هم از هوش رفتم. روز اولی پگاهی چشم گشادم. در پهلویم دادرم خوابیده بود. خانه بیگانه بود. به 4 طرفش نظر دوختم. در نزدیکی دری پیشگاه یک مردی 70 ساله کتابت کرده نشسته بود. شناختم. این پدری میرساری میریزام نام یک پیری نورانی و آن خانه مهمانخانه او بود.
وقتی که من با آن پیر که با دستی چپش خط می نویشت با حیرت چشم دوخته ایستاده بودم، او قلمش را بلاستان پاک کرده در گوشه سله خود از پیش گوشش خلانده مانده و صحیفه کتابتیش را بر روی باریش گذاشت و به من نگاه کرده گفت: مبارک شود، خلاص شدی. و در حال میر حکمت نام پسرش را که همیشه در خدمت حوریش مشغولی می کرد جیغ زد: گوی در خانه شیرچای پزند. و به من نگاه کرده دوام نمود: آسوده بخواب، امروز شیرچای می خوری. من دادرم را بیدار کردن خواستم. مان کمتر خوابت، گفت پیرمرد. امشب احوال تو بد شده بود، هیچ نخوابیده است. بحرانی سخت بیماریت بود. هرچی باشد به خیر گذشت. در نیم ساعت شیرچای را تیار کرده آوردند. پیرکی از آن چای در یک پیاله ریخته به من داد که بنوشم. من دم کشیدم. اکنون تا پیشین چیزی نمی خوری؟ گفت بیمارداری من. بعد از آن دادرم را بیدار کرد که شیرچای سرد نشده نان پاره کرده خورد. بیمارداری تجربه کار در ساعت 12 روز هم به من یک پیاله شیرچای نوشانید. من می خواستم نان خورم، سخت منع کرد. شبانه هم طعام من یک پیاله شیرچای شد. روزی دیگر پگاهانی مویسفید در نیم کاسه شیرچای یک پارچه نانی تنوکی خانگی گرم قاق را که به جای سخری می گذشت پاره کرده به من داد، اما نگذاشت که از آن نان پاره های چای خورم. امروز فقط مزه نان بسنده است، گفت. در پیشین بیگاهی کمتر کمتر آبی شوربای گوشتینی بیروغن پخته شده را که در وی یک کف برنج هم همراه کرده بودند به من خوراند و در روزی سیوم به همان شوربا قدری نان گرم قاق پاره کرده خوردن را به من رخصت داد. از روی گفته دادرم در روز اولی بیماری و بیهوشیم میر صالح انسان پرور مرا در مدرسه نگذاشته، با دادرش به زنبر انداخته و حوریش آورده به پیش پدرش گذاشته است و دادرم را هم اینجا آورده است که در نگاه و بین من یاری دهد. از روی حساب آنها من 29 روز بیهوش خوابیدم. بعد از یک هفته که من قدر قوت گرفته بودم و خواستم به مدرسه روم، مویسفیدی پرشفقت نگذاشت. خود را کنده کرده نابود می کنی، گفت و مرا باز یک ماه دیگر در خانه خودش نگاه داشت و دادرم را هم نگاه داشته از حالش خبردار شده ایستاد. مخدومان بیتل. میریزم آدمی بلند قامتی رنگ رویش گندمگونی سیاه چتابی کمریش، با وجودی 70 ساله بودنش سیاهی ریشش از سفیدیش بسیارتر بود. او آدمی خیلی پرقوت می نمود. نظر به قول خودش وی پسری میر عالی مخدومی راتبپگی بوده در آنجا تولد یافته است. در ایام درسخانی وی جنگ امیر مظفر و پادشاهی روز سر شده است. او پیشه ملایی را پرتافته به امیر نوکر شده در جنگ اشتراک کرده است. او سببی با دستی چپ خط نوشتنش را به این طریقه حکایه کرد: در جنگ جزخ، گفت او، از بی تدبیری سرکردگان امیر
ما در درون قلعه در محاصره ماندیم. دروازه های شهر را سرکردگان چنان خاکریز کرده بودند که در وقت شکست از آنها گریخته برآمدن ممکن نبود. وقتی که اسکران روس سخت هجوم آورده دیوار قلعه را از چند جای رخنه کرده و با نردبان از دیوار گذشته به کوچه های شهر در آمدند، بیشترین اسکران امیر و غزا طلبان خود را از بالای دیوار قلعه بیرون پرتافته مردند. هیچ نباشد دست و پایشان شکسته از کار برآمدند. بعضی کسانی که یک نوع جسارت داشتند استادگری نموده قدری جنگی کوچگی کردند و من هم در قطار همین جنگاوران بودم. وقتی که من با شمشیر می جنگیدم، گفت میریزام سخنش را دوام داده، یک عسکری شمشیرداری روس با شمشیر به دست راست من حمله نموده پنجه دستم را قلم کرده پرتافت. شمشیر هم از دستم پریده رفت و دو سلدت دیگر از پشت آمده مرا اسیر کرده گرفتند. میریزام در این جای حکایش کف دست راستش را به من نشان داد که تماما بی پنجه بود و به نقل خود دوام نمود. مرا به بیمارخانه حربی تاشکند برده طبابت کرده. بعد از سلامت یافتنم به من برای خرج راه پول داده گفتند کجا که خواهی رو، تو آزاد می باشی. میریزام گفت من در آن وقت چی بودن انسانیت را فهمیدم. اگر آن وقت یگان روس هرچند حربی نباشد هم به دست آدمان امیر می افتاد می کشتند، هیچ نباشد غلام کرده می فروختند. اما روسها با وجود این که مرا در میدان جنگ در حالتی که من آنها را می کشتم گرفتند، نه تنها مرا نکشتند و غلام نکردند، بلکه مرا طبابت کرده حیاتم را نگاه داشتند و به ضمن این به من خرج راه هم داده به خانه هم گسیل کردند. میریزام بعد از نقل این سرگذشت خود علاوه نموده گفت من از آن روز سر کرده به خود مقرر کردم که دیگر در قطار نوکران امیر خدمت نموده به پیشرفت خود با این راه کوشش نمی کنم و معیشت خود را اساساً با دسترنج خود که کتابت است تأمین می نمایم. اما در این پیشه واسطه اساسی من پنجه دست راستم از دست رفته بود. لیکن من از این فلاکت به خود ناامیدی را راه ندادم. آن چیزی را که دست راست کرده می توانیست چرا دست چپ نتواند؟ گفتم و با دست چپ خط نویسی را مشق کردن گرفتم. در اندک وقت در نوشتن خط با دست چپ چنان ماهر شدم که در وقتهای با دست راست نوشتنم به این درجه با مهارت نوشته نمی توانستم. مگر دست چپ آن قوتی را که در وقت جوانیم دم گرفته به خود نگاه داشته بود در ایام کلانسالیم با یک حوصله جوانانه به صرف کردن در آمد. میریزام خاموش ماند و من از او پرسیدم مگر شما از تاشکند به اوراتیپه نرفته راست به بخارا آمدید؟ نه گفت او و ایضاح داد اول به اوراتیپه آمدم، دیدم که در آنجا از نزدیکان من کسی نیست. پدر، مادر و برادرانم در وقتی از طرف روس‌ها اشغال شدن اوراتیپه به بخارا کوچیده اند و من هم به بخارا آمدم و در همین حولی در سایه پدر زندگانی سر کردم. پدری میریزام میرعالی مخدوم نام عالمی بوده است که پیش از اشغال شدن اوراتیپه از طرف عسکران روسیه پادشاهی در آنجا اعلم بوده است. او در عرفه این اشغال با عائله‌اش به بخارا کوچیده است و در این سفر مادیانی را که در آرامی و خوشرفتاری
بهترین اسبانش بوده است خود سوار شده با همان اسب به شهر بخارا در آمده است. از بس که مردم بخارا مادیان سواری را عیب می شمردند، به نام میر عالم یک لقب بیتل را هم که مادیان گفتن است علاوه نمودند. با همین اولاد و اقربای میر عالم مخدوم اعلم در بخارا با عنوان مخدومان بیتل شهرت یافتند. در آن وقتهایی که من در مدرسه عالم جان بودم، در بخارا مخدومان بیتل یک جماعه بسیار کلان بودند. در هر کدام گذرهای پادشاه قل حاجی، گاوکوشان، چارخراس و غازیان چند خانواری از اینها زندگانی می کردند. همه اینها آدمان مهنت دوست، خاکسار و صاحب خط و سواد و بعضی هاشان خیلی خوشخط و صاحب فضل و کمال بودند. میرنظام 4 پسر داشت که نام کلانترین اینها میرنظام بوده. در قطار نوکران عادی امیر بود. او با اندک معاش گاه در سرحد خوارزم، در اوچاق، گاه در راه قرشی، در قربالبازار، در قطار دیگر نوکران پاسبانی می کرد. طرز کرانتین حکومت بخارا را در وقت وبا به من او حکایه کرده بود که آن وقت در خانرباط پاسبانی راه بوده است. میرنظام صاحب زن و چند فرزند بوده، در گذر غازیان از عائله پدر جدا می نشست. دویم حاجی عطا نام داشت که او هم عائله دار بوده، در همسایگی پدرش در گذر چارخراس زندگی می کرد. او مأمور عادی قشبیگی بوده، در بازارهای غوزه تومنها به تفتیش ترازوها مشغول بود. سیوم میر صالح بود که هنوز خانه‌دار نبود و در مدرسه عالم جان استقامت نموده در وقتهای تحصیل درس می‌خواند. او خیلی خوشخط بوده، در تابستان در میرزاخانه قشبیگی نیم نویسی و کاتبان رسمی قشبیگی یاری دهندگی می‌کرد. چهارم و از همه خردترکش میر حکمت نام داشت که در آن وقتها 20 ساله بوده، همیشه در خدمت پدر و عائله بود. خود میرنظام از دربار امیر عمل قراول بیگیگی داشت که این عنوان به او در وقتهای جنگ داده شده تا آن وقتی که من دیدم برقرار بود و از آن راه معاش می گرفت که به خراجات اسبش نمی رسید. در این خصوص میرنظام به من گفت این عمل به گردن من همین را بار کرده است که باید من همیشه یک اسب نگاه دارم و درآمدی از این راه شدگی به همین اسب نمی رسد. با همه این من این عمل را برای آن ترک نکرده گشتم که میر حکمت اسب را دوست می دارد و اگر از عمل استفاده هم باید اسب را هم نیست کنم که به این کار پسرچه دوست داشتم راضی نمی شود. میرنظام علاوه نموده گفت اساس روزگاری مرا همین کتابت تأمین می کند که تا حال هم در یک شبانه روز 14-15 ساعت کار می کنم. میرنظام با ملاها بایها هیچ رفت و آمد نمی کرد. این گونه آدمان را بد می دید و از شیخها بسیار نفرت می کرد. به خانه او فقط خویشاوندانش مخدومان بیتل آمده می رفتند که او کلانسال ترین این جماعه بود. از ملاها گاه تنها ملا رحمتی سرتراش به پیش او آمده می رفت که من با او به واسطه شریف جان مخدوم شناخته شده بودم. ذکر ملا رحمتی سرتراش در آخر قسم دومی یادداشت‌ها گذشته است. استرخبانیه بایها.
روزی ملا رحمت سرتراش به حوری میریزام در آمد. میریزام که با آمدن هیچ کس کتابت خود را ترک نمی کرد، با آمدن ملا رحمت قلم را پاک کرده در قلمدان و کاغذ کتابتیش را بر روی باریش گذاشته دو زانو نشست و دامالله گپ زنید، کجا بودید و چی آوردید؟ گفته پرسید. ملا رحمت به چارجوی برای سیاحت رفته بودم گفت. کرای مفت آواره ولایت می کنند گفتند. باید یگان کرای مفت یافته باشید که به این گونه سیر و سفر حوصله کردید. البته گفت ملا رحمت و به تفصیلات سیاحت خود در آمده رفت. شما می دانید که من با دامالله بای در وقت خردسالیش شریک درس و آشپزی وی بودم. او بعد از بای شدنش هم مرا فراموش نکرده است و گاه ها سراخ کرده می ایستد. چند روز از این پیش در رسته به من واخورده به خانه من بیایید، همراه به سیاحت چارجوی می رویم گفت. من قبول کردم و همراه به چارجوی رفته در دیوان باغ که شهری روسی استانسیه چارجوی و استانسیه پرخود دریای عمومی باشد فرآمدیم و در آنجا در سرای دامالله بای که یک بینای بسیار وسیع بوده است منزل کردیم. روی سرای از پخته‌های تای بسته پر بود. ما در یک خانه بسیار آزاده در آمدیم. در آن خانه نمازهای عصر و شام و خفتن را با امامت دامالله بای که خود را خیلی پرهیزگار می شمارد ادا نمودیم. بعد از طعام وقتی که از شب یک پاس گذشته بود دامالله بای به من گفت بیایید شریک بروی سرای برآمده قدری گردش کنیم و هوا خوریم. ما از خانه برآمدیم. در روی سرای یک چند دیگی میسی کلانی یک منی را شنانده پر آب کرده می جوشاندند. خدمتگاران پخته های تای بسته را به بالای چوب ها قطار می چیدند. وقتی که آب دیگ ها جوشید چند خدمتگار با سطل ها آب جوش را کشانده به بالای تای های پخته ریختن گرفتند. من در این کار تعجب نموده چرا پخته های خشک را تر می کنند گفته از بای پرسیدم. سبب دارد بعد می فهمید گفت او. خلاصه این کار تا سحر دوام کرد. بعد از تمامیت کار ما در آمده خوابیدیم، اما مرا خواب نمی برد و فکرم در سبب ترک کردنی پخته های خشک بند بود. شما گفتار 58 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.